این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. صدق الله العظیم. در درس گذشته بیان شد که قیامت بر دو قسم باشد. یکی قیامت صغری که بعد از موت، بعد از اینکه شخص از این دنیا رخت سفر میبنده، شروع شهوات و ظهور عالم برزخ گفته میشه. یک مشابهت با دنیا و شباهت با آخرت و این حالت و این عالم هم، یعنی عالم برزخ هم به مثل عالم دنیا فانیه. فنای از برای او هست. اینطوریه که آرامگاه و حضور ابدی باشد. البته یکی نسبت به کل عالم که فنای عالم به او قیامت کبرا گفته باشد. حضرات علما رحمهم الله بیان میکنند به اعتبار آیات و احادیث که آواز مهین و دلخراش و سحرطرقان زلزله‌خیز عالم خرابکن حضرت اسرافیل علیه السلام قیامت گفته بود. هنگامی که در سور بدن جناب حضرت اسرافیل علیه السلام یک نفخه شدید، یک آواز مهیبه که دلها به لرزه میاره، چون که تمام عالم به لرزه میاره و این زلزله 7 رشته و 8 رشته بودن که صدها رشته میباشد. یک زلزله معمولی که بیاید به 7-8 درجه رشته برسه، ببینیم که شهرها از بین سکانش آبادیها صدها هزارها کشته و زخمی به وجود میاد. هنگامی که جناب حضرت اسرافیل به دستور پروردگار بدمه، اونجی همگی عالم خراب کنه. پس تعریف دیگه از برای قیامت کبرا یعنی برهم کننده نظام علوی آسمان ها و نظام سفلی زمین و زمان همگی با هم میخورد. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت القارعة ما القارعة
و اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت، اینها همگی همون قیامت کبرا که نظام علوی تفهم کن که قدر نباشه تقریبا در عالم اسباب نسبت به نظام صوفی که مادرت به عبارت دیگر مرگ عالم پیر این را گفته میشه قیامت. قیامت صغرا نسبت به فرد بازمان چنان در مقام قیامت دو، اما قیامت کبرا همگی عالم از بین کرد، علوی صوفی از بین کرد. دلیل که از هم رفتن و نظام خراب شدن و عالم فرایافتن بعد یکی خود دلائل نقلیه که همگی آیات مکی خصوصا و سوره‌های مکی مشتمل بر این امر میباشه بیان میکنه این چیزا دلائل عقلی هم هست. اطباء، دکترها، محققین، دانشمندها، صاحبان علم کیمیا، بیولوژی، اینا همگی فکر میکنن که اتصالی که در مابین اجزای هر مرکب میباشد این اتصال ذاتی نیست. یا اینگونه که هیدروژن و اکسیژن با هم دیگر پیوست نشه تا روی کام آب وجود داره. تا اینگونه که اتم‌ها با هم دیگر یکجا نشه مولکول وجود داره. مولکول‌ها با هم دیگر پیوست نشه جزء و جسم بافت‌های وجود داره. اعضا، اندام و جسم وجود داره. اما آیا همین اتصالی که در مابین اتم‌ها میباشد، همین اتصالی که در مابین مولکول‌ها و اجزای یک مرکب میباشد، آیا این اتصال ذاتی است؟ ذات خود همین اتم‌ها تقاضا میکنه که با هم دیگر پیوست بشن. ذات هیدروژن و اکسیژن تقاضا میکنه که با هم دیگر پیوست بشه و از او آب وجود بیاد. چرا؟ اگر این اتصال ذاتی بود قانون کلی اینه که مقتضای ذات تغییر نمی‌کنه. او چیز ذاتی یک چیز باشد، لازم ذاتی یک چیز حتی باشد، تغییر پذیر نیست. حالا که می‌بینیم آب بخار میشه و صورت تکتیف و تبخیر، یعنی همین عالم همگی در حال تجزیه و تحلیل است. از معلومه که اتصالها ذاتی اشیا نیست، بلکه یک متصل کننده می‌باشد. او متصل کننده خالق عالم ذاتی که او را موجود کرده در میان همین اتم‌ها و مولکول‌ها و اندام و اعضا و اجزا یک اتصال وجود دارد. و چون که ذاتی نیست بلکه به ید بلاکیف پروردگار میباشد، همین اجزا و اتصال آنها پس عاریتی شده. عاریت خود هر کس یعنی صاحب اون چیز میتونه هر وقتی که بخواهد بگه. از این وجود عالم این عاریتیه. اول یک مثال اجزا، هر فرد از ما شما یک جزء از عالم میشه، یک فرد از عالم نباشه. یک فرد، این دیگر فرد میباشه. روی زیشو عالم رو بیشتر تعریف کردیم به
ماسه والله تعالی اون چیزی که غیر از خدا از موجودات هر چیزی که غیر از خدا باشد از موجودات به عالم از همین اجزا میبینیم که فصل و اصل داره اینطوریه که این یک کله مکمل باشه نه این اجزا رو بوده با دیگر تشکیل و ترکیب شده از اون میکروفون میاد پایه زیردا این قسمت زیردا این قسمت زیردا با دیگر ترکیب بدن این چیز زیاد کنه نه و چسب و چوب و فلان با دیگر تشکیل شده میز زیاد کنه خب پس همون کسی که همین اتصال بقیده همون کسی میتونه که اتصال به هم داره اجزای ما شما بعد اینکه متصله به زیر قلب و کبرا و دفن صورت بگیره بعد چند ساله میبینیم که بندها به طور سطح میشه گوشت و گوشت و اینا همگی از استخوان دور میشه اسکلت نمون اسکلت ها روز به روز و لحظه به لحظه در حال سرچوب شدن و در حال پوسیدگی نمون وقتی که همین اتصال و انتصال در اجزای عالم میاد عالم مجموعه هم اجزای پس در کل همین اتصال و انتصال میبینه این نظم و نظام هست که در عالم میبینیم ذاتی نظام نیست ذاتی عالم نیست این که خورشید مجرها و بگردگر پس خداوند تبارک و تعالی همگی نظام وجود آورده پس هم خداوند تبارک و تعالی قادر به اینکه نظام را برهم داره إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت والحاقة ما الحاقة الرابع انشقاق علاوه بر این هر چیزی که ابتدای داشته باشد انتهای هم داره قانون کلیه هر چیزی که اول داشته باشد آخر هم داره لحاظا عالم نبود موجود شد بدایت هم برای وجود که بدایت برای وجود پس نهایت هم از برای وجود بباشد نهایت عالم اجل عالم یعنی قیامت مرگ عالم یعنی قیامت به این ترتیب اگر ما شما صحیح بکنیم میبینیم که خود همین ذرات هنگامی که با هم دیگر یک چیز تشکیل میدن از این انسان ها نجار اگر ببینید دیگه چیز اگر هر کسی که مرکب نباشه تشکیل دهنده همین کسی که مونتاژ میکنه بسته‌بندی میکنه موتورسیکله همین باز میتونه که موتورسیکل پس پاشه لحاظ خداونده که این عالم با این نظام و به این طریق موجود کرده قادر به این که همین عالم اصل بیاید اصل از بین می‌برد ولیکن هر نیستی خود به دنبال خود هستی در پیدا کرد همین طبیعت ها همین خود علم بیولوژی و ساینس و اینا گردش طبیعت که میگن که آب بخار میشه بخار با قلبی که طبقه زمینیه میرسه از اتمسفر بالاتر یا به قسمت آب این پس جمع میشه و دوباره به شکل قطرات آب رانگه بگنده و از دوباره به او دشت دمان دریا و دریاچه میاد یعنی همون آبی که تدخیر شد و آب از بین رفت از بین رفت این آب او شد یک بخاره همین بخار پس برمیگرده به طرف خدا بیشتر هم گفته که مردن نیستی و فنای محض نیست که بالکل نفر نیست پیغمبر خدا علیه السلام هم می‌فرماید که همگی اجزای آدم و افراد انسانی بلکه حیوانی همگی اگر خواب میشه میره عجب و زنا
دختر موجوده او باقی نمی‌ماند. او همون ماده تشکیل دهنده اصلی و مرکب و مشکل نباشد، مثل که دانه از بین میره. یکی همه که دانه میره از بین میره، همه که از بین میره چی میره؟ این همون چیز اصلی دانه، همون ماده اصلی همون باقی نمی‌ماند. از همون اصل نشأت میگیره، نشأت دانه از هر نیستی بعد از خود هستی دارد. همین هستی بعد از نیستی ظاهری میرم محال یک واقعا که همه این نظام برهم بخورد، برهم و درهم بگیرد. یکی باز معاده پس دوباره عودت، مصدر بیبیبانی عودت، برگشت، پس مهارت اول خود برگشتن. در مورد معاد که دو قسمه داره، یکی معاد روحانی، دیگری معاد جسمانی. در مورد معاد روحی خب فلاسفه یونان در آخر حکمت بحث دارد. هندوها نسبت به معاد روحی کارتون‌ها تیاب کرده و فیلم‌های سینمایی تیاب کرده و فلان. آمریکایی‌ها هر ترکیب همین خود یهود و نصارا همه، یعنی کسی اینقدر ما سراغ نمی‌کنیم که او قائل به دید معاد روحی نیست. نه، قائل به معاد روحی همین است. یعنی چی؟ یونانی داره کانون از بین میرد، رفت، خلاص شد، فنا شد، فقط روح به عالم بالا. این روح برای همیشه باقیه. اگر در این دنیا کارهای خوب کرده باشد، معلومات نیک حاصل کرده باشد، بر اساس همین معلوماتی که به او حاصل میشه و کارهای نیکی که به او کرده این لذت می‌برد. همین لذت یه امر روحی و وجدانیه. همین گفته میشه جنت روح. و اگر کارهای غلط کرده باشد، چون تفاوت، ظلم، استبداد و دیگر کارهای زشت کرده باشد، به اون نیاز این روح بعد از اینکه مجرد میشه از بدن دقیقیت هیچ کدام حاله سرگرمی بزرگ پیدا نیست. از این دقیقیت این همین مضموم و محمول همین روز که به روح میاد میگفته میشه جهنم. از قائل به عذاب روحانی و همچنین به خود جنت روحانی و یا به تعبیر دیگر قول به معاد روحانی تفسیر رو نمیتونه باشه که انکار کرده باشه مطلقا. ولیکن سخن به سر معاد جسمانی که آیا بعد از میمردن و از بین رفتن باز هم دوباره زندگی جدید هست. کفار و مشرکین، یهودی‌ها، نصرانی‌ها و غیر از ملت مسلمان امت پیغمبر خدا علیه السلام قائل بودند که معاد جسمانی هم هست. در این دو فرقه قائل بودند بدن از بین میرد و این با اجزای خاک و عالم یکسان میشه و دیگر برگشت نمیاد. این اصلا کسانی دیگر که قائل به پیغامبر دارد عالم همیشه مسلمان بود. این ما شما اجزای او یک دلیل رو تبدیل می‌کنید روح رسوله. هندوها حتی یا فلاسفه قائل به تناسق احوال روح همین نفر و همین من میره به طبق اینا پیدا میشه. حتی به روی گربه و موش و سگ و دیگر به این اجساد میره. از این نفر نمیره روی پرواز میکنه، از روی گربه تولد میشه، توی گربه همین روح میره در قلب روح داخل میشه. به این خاطر هندو دارم از سگ خیلی بد میمونه، از سگ رو پیش خونه رو باشه و در خانه رو کچه میکنه. سر میگه پدر ولی اون کاری میکرد آدم بعدی بوده باشه میشه که سگ در میاد و در خونه رو دوباره میگردن دو نمید
نیتمند پدر نیتمند برادر شاید بالکل بکنه کنمش برای اینکه بدن کنه کنم میتونه کنم از قائل به تناسب اقوام میگفتیم نسبت به کسی که قول به ندامت بگیره همین حالت امت مسلمه چی میگه که مواد جسمانی هم هست همین اجسام هایی که خاک میشه دیگه میشه از دین حق از این حالت اول خود میگه و این مورد دلایل عقلی هم وجود داره. یکی همین حالت زمانداران به امور دنیوی که خیلی توجه میکنه به نظر همیشه و فی انفسکم و فی الارض و السماء هر جا تفکر به صورت بگیره یک نمونه آخرت هست به این امر آخرت نمونه همین حالت پادشاهان رو مد نظر قرار بده. بکنه هر پادشاهی که سعی کنیم رو ببینیم حالات اینه که عرش دار، کرسی دار، میز، چوکی، خوب بکن مجلل و مجهم یعنی عرش و کرسی هم داره نفس و به این ترتیب پادشاه هست با وزیرها داره، صدر اعظم داره، با وزیرها وزیر نظر صدر هر حکم فیصله که تصویب و تحقیقات همون مواد انتخاب همون اجرا و عنوان قانون نافذ میشه. همین پادشاه لشکر هم داره حدود تا اینکه اگر کسی در برابر حکومت عقل اسلامی بغاوت بکنه با حدود لشکر خود رو از بین ببره گناه رو نابود کنه. همین پادشاه استخبارات هم داره یعنی پلیس مخفی استخبارات تا اینکه دیدگاه مردم باشه بین مردم به شرط خیلی پوشیده به صورت عقید و بسامات و نشانه و فلان ندارن لباس عسکری و دیگر ندارن کسی رو نمیشناسن چرا؟ خاطری که حالت مردم مد نظر قرار که این در برابر حکومت چی میگه این در برابر حکومت چی میگه این چه کار میکنه این چه کار میکنه خلاف قانون خودش انجام نمیده تا اینکه اگر کسی خلاف قانون انجام داد بر ضد دولت و حکومت چیزی رو تنظیم نوار هم هست اون ثبت میکنه با خود میگیره پیش رو میکنه یعنی این دیده و در این حال ملت در برابر حکومت این مردم در برابر این دولت به دو گروه داره یعنی همون دور مردمی که مطیع فرمانبردار قانون از قانون اطاعت یعنی همون دور مردمی که از قانون عدل حکومت اسلامی سرپیچی نکنه بغاوت نکنه نافرمانی نکنه پس یکی مطیع یکی نافرمان و باید پادشاه نسبت به اشخاص مطیع احتمال داشته باشه اصل گلخانه بسته یا قصر گذاشته باشه دیر احترام کنه با قبل پیش با از این مدام نده از این برش نمیده بعض نوازش ها و اکرامات رو کنه تکبیر رو میشه به این ترتیب همین پادشاه در مقابل قصر و محل تکبیر یک زندان و بندیخانه هم باید داشته باشه دیرانه دیگه به یکسان میاره مجرمین هم تاقیم و باقیم هم نباشه از باید یک بندیخانه داشته باشه که در این بندیخانه همون کسی که در برابر حکومت عقل اسلامی قیام میکنه او که میگیره کشته شد میگیره اون رو بندیخانه بکنه لحاظا این مجرم باشه هر کدام اگر مطیع بگیری اگر مجرم بگیری مطیع هم چندین قسم داره رتبهات فرق میکنه از رتبه بندی میشه و یکی یه مدر مدار میده به یکی یه مدر میده به یکی کمتر به یکی بیشتر به یکی نوازش پولی بیشتر به یکی کمتر مجرمین هم قسم مجرمین یعنی مجرم با جرمهای سنگین خیلی سنگین هم جرمشو پس این حبس اول فیصله قاضیه حبس همیش بودن دیوانه همانه در نام حکومت
دیگه مجرم با جرمهای خفیفتر سنگین قدم میکنه و مظاهره گیره یا فلان یا فلان این هم حبس بشه بندی بشه لیکن برای مدت موقته خیلی پس اصلاح باشه تربیه بشه من سوریه میکنم تا یک زندگی عادی خود کن این شروع بکنم و ادامه همین مجرمینه که جرم سنگینه داره وقت گروه یکی سردسته رئیس مجرمین رئیس همین گفتگان یکی دیگه مجرمانه که تابعه رقلبه نسبت به همین سر کردن میگه حبس اول با اعمال شاقر دست پا بزرگانه داره چند باش افراد یا کن از این ببین بعض کارهای دیگه اعمال شاقر هرچی که این تابعه های این دیگه پر حبس اول که باید بزرگ اعمال شاقر این حبس اول وقتی که همین قانون یعنی حدود نباشد نظام نباشد دولت و حکومتداری ندارد دولتی که ارتش ندارد دولتی که پلیس مخفی ندارد دولتی که بندیخانه ندارد دولتی که قصر ندارد دولتی که تبدیل و تعذیب ندارد دولتی که حالت مجرمین او بالکل بررسی نمیکند حق مجرمه بیا این جرم و گناه و آزاد بگرده خود دولت آدم باشید که اسم دولت وقتی که نظام دنیوی میدونه و هر جا کسی کنه هر کشوری کسی کنه میدونه پس نظام خداوندی لیوان شده باشه خداوند هم که هست برای خود عرش کرسی سابقه به زیر خوابه آسمان آتوان حقیقیه هم لشکر داره و ما یعلم جنود ربک الا هو لشکر پروردگار تو کسی نمیشونه گاهی به صورت ملک گاهی به صورت پشن میاد گاهی به صورت عوابیل ها میاد علم ترکی فتعال ربک بصالیبین گاهی به صورت فرشته ها میاد گاهی همه انسان ها میشه لشکر خداوند تبارک و تعالی از لشکر ظاهری هم داره که از بین گذرن بغاوت ها و پلیس مخفی هم کرام الکاتبین نمیبینیم کرام الکاتبین دوی شانه چپ و راست هست هم کار که بکنن لدینا رقیب عتید لدیه رقیب عتید هر کس دویش رو ملک مراقب اعمال نمیبینیم ولیکن دور میبینن ترسط میکنن و نوشته میکنن ضبط میکنن این چه کار کرد چه کار کرد تا این که بعداً باز به روز قیامت همین نامه اعمال رو داده باشه که این کار کردی مثل تشبیه‌های امروزی همین پیش‌روز باشه پیش‌روز گذاشته میشه این که اون گرد همینجور پیش‌روز گذاشته میشه تا بساز کریه کنید و باعث که محل تبدیل داشته باشه جنت باشه دوزخ باشه و محل تعظیم باشه دیگه همون بندیخانه مردم عباد هم نسبت به پروردگار یکی مدیر یکی مجرم و نافرمان و عصی از قوانین الهی سرپیچی میکنه یکی قوانین الهی رو قبول نمیکنه خب باید فکر باشه دیگه مدیر وظیفت باندیتش کنید و مدیر رو به دار رحمت به محل تقدیر خود جنت رضوان او تکریم بکنن او انواع اقسام نعمت‌ها رو بده باز درجه‌ها قطع میکنه پیغمبرها جدا خب هر کدام درجه داره تلک رسول فضلنا بعض بعض اولیا و اتقیا و صحابه و دیگه عوام و خواص داریم هر کدام درجه بده اعتبار این اطاعت و مجرم دو قسم مجرمه یک مجرمه که عادیه مسلمان هست گناهی کردن شراب بوده یک کار خلاف شریعت میکنه لیکن با کفر نمیده این نفره او میشه حبس کنه خداوند تبارک و جهنم لیکن برای مدت معلوم
نور ایمان، فضیلت لا اله الا الله محمد رسول الله آخر تشکیل شده. او از جهنم بیرون چنانچه این موضوع بعد ما در بخش شفاعت می‌آید. یکی از جرم کلام آقابت کبرا که عبارت از نپذیرفتن خالق خدا رو نمی‌پذیره، با خدا سر مقابله ورزش که انا ربکم الاعلی میگه و یا یکی دیگه و یکی دیگه از این کفر کرده. کفر جرم عظیم، این الشرک لظلم عظیم، شرک جرم بزرگه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نمی‌پذیره و او بخشش نداره. و این باز تابعین هم داره. ابوجهل شرک میکنه، کفر میکنه در مقابل پیغمبر و در مقابل دین. یک کاری دیگه هم هست دنباله بدرو اون کافر لیکن این باز ضال و مضل. او یکی فقط ضال و مضل نمیاد، هر دو هم صحبت. لیکن یکی هم صحبت با اعمالشان تصاحب سعودا یعنی با اعمالشان هم صحبت با اعمالشان. یکی نمیدنش هم صحبت در جهنم عذاب خود کنه میگیره. او یکی زهرین میگیره دو برابر، هم بخاطر ضال بودن و گمراه بودن رو، هم بخاطر گمراه کننده بودن رو. او گمراه کننده هم هست. این باز فقط بخاطر گمراهی رو که دین اسلام نپذیرفته از هم صحبت هر بوده که ضروری باز درک‌ها فرق نکنه. همین گفته خب وقتی گفتیم حالت زمانباران سعی کنیم لازم داره که بعد از این دنیا یک معاد خود بعد از قیامت یک معاد و پس برگشت خود باشه. به این که ناز نکنم هرچه خبیث ناز نکنم، هرچه که متدین هم زیر دست تمیز نمیگرد، هرچه چاپلوس متمرد دگر همون میبینی به سر کرسی میشینن. یکی دیگه هست که یا به حق میده یا این که اطاعت و فرمان برداری میکنن. او میبینیم زیر دست تحت است و مظلومن باید سترگیده. اما همین حالت خدا میکنه که جنت باشه، دوزخ باشه، بعد از خود مرد پس دوباره برگشت باشن تا این خود به دیده او بنگرانه نگامه اعمال او را نشان بده. اگر نه دنیا باشه خلاص هر اصلاف رفت، نه دیگه برگشت نه دیگه زندگیه. اما یوزه که علته طوری که تعبیر نگاه کنن فایده دوری شد. نمی‌دونید اصلی در هر چیز از این عالم، در این عالم چیزی نیست که ممکن نباشه. بگیم ممکن و نمیتونم نفرشتنی هم هست. استقلال با بقارون کن، زحمت بتش کن، چیزی که بقایی میرسید. همین عالم اکثر امورشو او نباشه ممکن. ممکن است که تحقق پیدا کنیم چیزی. خالصه کنیم. ممکنات بعض تحقق پیدا کنیم. نبودیم شدیم. نیست بودیم. از نیست دوشی دارم. باز شدیم بعدا چی میشیم؟ میمیم. ایفتکرون بالله. همین کفر و خدای هیچ چیزی نمیتونم. مرده بودید که کنتم امواتن احیا کن. مرده بودید که نمیدی ها. باز زنده شدی ها. میبردید که مرگ هست ها. و کافر و مسلمان هم نمیبردید که مرگ هست. وقتی که این ممکن متحقق شد، این هم ممکن متحقق شد. همین باشه ممکن نباشه که پس مردن پس بودن پس دوباره شدن و دوباره آنه باشه. همین چرا؟ این که تو نفی میکنی از خلاف اصل نفی کنی. اصل خود در عالم همینه که ممکن باشه هر چیز نبود. از بعد از فنا هم بعد از مرگ هم امکانی که هست. امکان هست یعنی یوجاوز و عقل او جایز میدن. از اینطوریه که اینا بعید میکنن داره از عقل او چیزه. زیرا در صورت خلاف اصل میاده. بلکه حضرات علما رحمهم الله بیان می‌فرمایند که احوال زمانداران جدا گفته
اگه استاد بود در مکتب در مدرسه بود درس میداده میگه الفاعل و مفعول قضیه رو ذکر میکنه مسئله ذکر میکنه میپذیر اون نوشتم میکنه نوتا بگیر میپذیر وقتی که یک استاد معرفی با تو احکام به دور میپذیری از یک پیغمبر دیگه صدها هزار پیغمبر 1,24,000 طوری که بیشتر برگردیم کم و بیش این یک فرد نفرها میشه یک نفر دیگه گفته از میپذیری یک نفر آدم صادق امین آدم صوفی از این تجربه دعا نکردی با آدم متقی و پرهیزگار این خواست بالکل میپذیریده بالکل میپذیری پیغمبر خود میباشه سردار و سید سردار امت خود از یک پیغمبر نه این 1,24,000 کم و بیش پیغمبر میگه که قیامت است برگشته است مواظب باشید اینی انذرکم بین یدی من عذاب شدید شما از عذاب شدیدی که پیش باشتن ما شما نباشید و انذر عشیرتک الاقربین بترسان از عذاب پروردگار اول قوم و قبیل و نزدیکان خود خب ولی این تو حیثیت کرده یکی که خبر و رسول دیگه رسولی که صادق فرستاده خداه او هم میده میگه گفته از چی کنه پذیرفته نشد دیگه که یک نفر میگه بلکه خبر متواتر چند نفر با دیگر جمع بشه بگه که مکه وجود داره مدینه وجود داره فلان جمع رفتم این هم بگه او هم بگه گلری نور این هم بگه حلاکه متخلاقی متواتر یقین میکن بی که این چیز واقع شده رسانم میگه او رسانم استفاده و شهرت خبر تواتر خبر باش تواتر خبر این پیغمبرها 1,24,000 بیشتر و کمتر پیغمبر میفرماید که وان الساعة آتیة لا ریب فیها وان الله یبعث من فی القبور واذا القبور بعثرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها سنگینی‌هایی که بزرگ داشته همه بیرون می‌آید اگر انسان اگر هر چیز هست حیوان این چیزها همه بیرون می‌آید و این چیزها امام برازیل الله او می‌فرماید که فکر کنید اعتقاد به یک چیز داشتنش بهتر از نداشتنش مثلا نه چیز همین که نسبت به یک چیز اعتقاد بگویی که همین چیز هست این بهتر از این که بگی بگویی چرا اگر اعتقاد به یک چیز داشتی و او بود به خیلی مفیده چرا به اساس او اعتقاد زندگی خود کنی یک نفر برابر راهش زندگی خود قابل به زندگی خود یاری اگر نبودم عباد یعنی دیگه که کاری که من کردم عباد باشه خب یه روز نام میکنیم دیگه میکنیم یا کردیم اما اگر اعتقاد نداشتی و بود اعتقاد بدبختی عشق چیز دیگه تو اعتقاد نداری دیگه داشته باشه خب باشه خب بلکن بزارم حالا نیامت عقلا هم دیگه اعتقاد خود داشته باشی با نیامت اما همین که اعتقاد داشتی و باشه هم که اصلا عقل میتونه که باشه اگر بلکاش بود و خیلی خود آدم رستگاه بشه دیگه اعتقادم خداش کنه که نیامت شدن نیامت پس عقل همین چیز جانب منفعت ترجیح بده اون چیزی که به نفعت تو میباشه همون مد نظر قرار بده و تیر کسون دست میان عمل ما اونا از شکست بخوری و کنم و لیکن در این حال نمونه های هم هست دنیا که یک عقلی بگیرم در همین دنیا نمونه های از قیامت پروردگار موجود ببین سوره تا طرف کسی بکنه إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قوم حضرت موسی محقق نبرد و با حضرت موسی میرن به کوه طور میگن ما تا خدا را علنا نبینیم ایمان میاریم یک دکان چیزی یا یک کار فرستاده خدایی باید خدا علنا خود مکان بزر ما رو بینیم صاعقه میایه میمیرم خدا میفرماییم ثم بعثناکم بعد موت دوباره زنده کردیم از من به زینا مرد از دوباره زنده شد. این که بعد از من در این دنیا باز زنده بشه گاهی وقت معجزتن گاهی وقت چون که عجل از نرسید سجن نمیده بود برای زمان این دوباره زنده نمیده هم تشویز میکنه و به ترتیب بازم نسبت به حضرت موسی کریم الله علیه السلام و اشتغلتم نفسا فدارکم فیها همین کشته که مظلوم کشته شده نفر که مظلوم کشته شده حضرت موسی علیه السلام میفرماید که یک گاوی رو بکشید یک چیزی از این گاو به بدن یعنی مرده یا یک چیزی از بدن مرده رو این گاو گوساله بزنید همین کشته زنده بشه و میره به خاطر آنی خداوند تبارک و تعالی بعد از اینکه این ماجرا متحقق میشه کشته زنده شد گفت به خاطر آن چه کار کنم کذالک یحیی الله بعد موتها بعد از موت شما هم خداوند شما بنفی به نمونه که بعد از یک کمی کشته شد اونا دورفته قرآن این زنده که به وسیله من این کشته شد یک اثر از این گوساله رسید و ما گفتیم که بزنید وقل نضربوه ببعض کذالک یحیی الله الموتى. پس چگونه بعد از اینکه من عالم میمیرن انسانانی میمیرن پس قیامت میکنه انسان میبینن فرق چی فرق میکنه یک نفر زنده بشه یا تمام انسان ها زنده بشه اگه یک فرد زنده شد انسانیت زنده شد انسان پس بکنیم زنده بشه حیوان پس زنده بشه همینی که زنده بشه ببین ترتیب در این سوره مبارکه بقیه جناب حضرت عزیر دیر میشن او کالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. این یک نمونه دیگر حضرت عزیر 100 سال میرانده خودی هم طبعا بعد از این باز دوباره هم موجود میکنن فرماید چقدر درم کردیم همین تو یک روز یا نصف روز نه بل لبثت 100 عام یکی شاید مخواب بوده باشم شاید کس اعضای نمیده باشم وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه 100 سال چی کرد سر نیم ساعت چی میشه بوی میگه ما فاسد میشن شمید مشروب تو معقول تو 100 سال بعد هم لم یتسنه در زندگی رو ولی با خاطر که خود تو میگه نمونه دیگر وانظر الی حمارک و رجلک آیا وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما ببینید والا وقت مکه و وقت ببین استخوان‌هاشون اسکلتشون دیت و باز شده چه که ما استخوان‌ها چگونه بالا میکنه پس اسکلت رو دور میکنه باز ثم نکسوها لحما گوشت رو درست میاره پوست رو درست میاره پس والا بگیرون جواب حضرت عزیر این دیگه نمونه بلکه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى إبراهيم خليل الله میگه أرني كيف تحيي الموتى تو دنیا نشون بده خدا کیف چگونه زنده میکنه قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ایمان استدلالی یا ایمان دی باشه ایمان خود وجدانی باشه از استدلال برم به طرف عین الیقین و عمق الیقین بیشتر اطمینان قلبی و خود اربعة من الطیر 4 حیوان پرنده بگی فصرون الیکم بکن و خلق بسته گوشتر چی میکنن؟
گفته من اینا هم میگه گفته مطلقاً یه اشاره میگه که اگر انسان درنده بخوره پرنده بخوره جرنده بخوره و گزنده و فلان او هم بخوره ای هم بخوره خیلی جوال صورت گرفته باز هم خداوند تبارک و تعالی چکار بکنه اجزا پس همون اجزای اصلی میشه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا دویده میشه فقط یک آواز دویده میشه از این کو اجزای طاووس از این کو اجزای غراب از این کو اجزای خروس از این کو اجزای قصد و لکش این جمع میشه این نمونه قدرت پروردگار سیدی از این که خلق میشه و ورد میشه و چنین نشان میشه این که پیش خداوند تبارک و تعالی هیچ تجزیه نداره هیچ مهم نیست این که باز اعاده شیء اهون من الجهل من الابتداء یعنی که رسام سیدی رسام این اول میخواهد که ما یک نقاشی بکنم که تابعه هیچ کس نداره باشه این باز به نمایشگاه بین‌المللی بگذاره چند میلیون دلار قیمت رو بخور سالها بتونه بخوره لیکن بعد از اینکه کسی موفقی حکام کارا کنن دوباره این نمود بتونه بکشن چی که بهتر از جمعه از بعد خداوند تبارک که اول خلقت تو چگونه تو پیدا کردن خودت میگی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله تو کی پیدا کرده خدا وقتی خدا تو پیدا کرد از نیست پس داد همین خدا دوباره قادر میاد ولی که پس دوباره تو از نیست باز دوباره پس میاد از عدم به سوال وجود دوباره میاد چرا میاد از خواب کعبه رو بالکل معلومه دیگه که 300 و چند سال مرده پس دوباره زنده شده حضرت عیسی روح علیه السلام اینا مرده زنده میکنه و به این ترتیب این امور دنیایی خواب و النوم اخو الموت خواب نشین کل بود نه بس دوباره بیدار میشه چی باید میکنه همین روح برای چند ساعت کنه همین کنه 100 ساعت پس دوباره این روح برگرده به کار بود همین جوانه که میزنن تو زیر زمین میرم ما زیر زمین میرم تو میپوشه همیت میکنه بغیر از اون حیبوزن بغیر اون اصلی پس همون چی بکنه جوانه بکنه این هم یک قدرت های پروردگاره که از شمس کنید روز و شمس کن روز میره شب میره شب موجود شد پس شب میره روز شبی نیست لیکن بعد از غروب بازی پس میره همین نیستی روز باز هستی روز باز نیستی و هستی یکی بعد دیگری میره شب و روز یکی بعد دیگری میره اینا همگی نشانه‌های قدرت پروردگار به این که جمع بکنه علم اراده قدرت اینا در خداوند تبارک و تعالی میباشه دیگه صفات خیلی عظیم خداوند تبارک و تعالی داره از قیامت هم عقلاً ما میگه دوباره جسمانی ما عقلاً هم میپذیریم و نقلاً هم بلکه دنیا ما شما نشان داده پروردگار به این که این چیزها میباشه اما این که علاقه قیامت ما از کجا بفهمیم که قیامت کی میشه هر پیغمبر از پیغمبرها امت خود رو ترسانده از قیامت از آن حضرت نوح گرفته تا بودن حضرت آدم همگی مشرف به ایمان بودن یعنی اولاده و دلو بودن آمنا کار خوب بکنه کار غلط نکنه کار نکنه بترسانه حضرت نوح به ترکیب قاده ولی که علامت قیامت بودن چرا خود رو میکنم بلند بزرگا اطلاع ده که بزرگان شما قیامت نمیباشه لیکن پیغمبر خدا علیه السلام نبی آخر زمان انا بعثت فی نفس الساعه انا و ساعت قاطعین ساعت و قیامت برش کنیدو کنید پس چون که این امت آخرین امت و آخری امت قیامت نیه برهمی امت قیامت نیه حدیث پیغمبر خدا علیه السلام علامتهای قیامت هم
بیان کرده. لیکن بعضی علامت ها چون با اعتقاد تعلق داره، با عقیده تعلق داره، خیلی وسیع و خیلی مفصل، مثل موضوع دجال خیلی مفصل بیان کرده پیغمبر خدا علیه السلام. موضوع حضرت عیسی روح الله علیه السلام خوب مفصل بیان کرده. بعضی علامت ها اوناست دیگه چون احتیاج به کلی بیان کردن به جزئیات لازم میاد به احتیاط به عقیده تعلق نداره، اون خواست مجملا بیان میکنن. یعنی چون به علامات صغرا، وسطا و کبرای قیامت بخیر بیان میشه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.